سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. توزیع 223 متریک تن ادویه به مراکز صحی در افغانستان از سوی سازمان جهانی صحت. کشف 27 ساحه جدید باستانی در ولایت لوگر و هشدار علی خامنه‌ای برای کسانی که در اعتراضات ایران دخالت می‌کند. امروز شنبه 20 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت اعلام کرده که این سازمان از ماه اکتبر سال 2025 تا اکنون 223 متریک تن ادویه ضروری و لوازم طبی را به 195 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان توزیع کرده است. وی در صفحه ایکس خود نوشته که این ادویه ها از ارائه خدمات صحی برای بیش از 200,000 نفر پشتیبانی خواهد کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که 27 ساحه باستانی و تاریخی جدید در ولسوالی‌های چرخ، برکی برک، خواره، ازرو و مرکز ولایت لوگر شناسایی و ثبت ساحات باستانی شد. این ساحات از سوی هیئت مسلکی ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ که به ولایت لوگر سفر کرده بود، مورد سروی و شناسایی قرار گرفته است. وزارت عدلیه میگوید که 1391 جریب زمین در ساحات غرنبی و متچینی از مربوطات مرکز ولایت خوست دولتی تثبیت شده است. به گفته وزارت عدلیه، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده دولتی زون مرکزی با بررسی اسناد و مدارک به امارتی بودن زمین‌های مذکوره فیصله کرده است. و در اخیر به دنبال اعتراضات گسترده در ایران، سید علی خامنه‌ای دیروز هشدار داده که در برابر تخریبگران کوتاه نخواهد آمد و مزدوران بیگانه را تحمل نمی‌کند. رهبر ایران در نشست اظهار داشت که معترضان طبق خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عمل می‌کند. از سوی هم سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که آمریکا و اسرائیل در آشوب‌های کنونی دست داشته و قصد دارد اعتراضات صلح‌آمیز را به خشونت بکشاند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.